هلو گایز، کلنجر رفقا چطورید؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. اومدم که 18 حقایق در مورد فیل ها رو بهتون بگم. پس بی صبرانه بزن بریم سراغ این ویدیو. 1. فیل سنگین ترین حیوان روی کره زمین است. فیل آفریقایی به طور نرمال بین 4000 تا 7000 کیلوگرم وزن دارد. این در حالی است که فیل آسیایی سبکتر بوده و عموماً بین 3 تا 5000 کیلوگرم وزن دارد. سنگین ترین وزنی که تاکنون برای یک فیل ثبت شده است 10886 کیلوگرم بوده است. 2. فیل‌ها عاشق آب و گل هستند. فیل‌ها عادت دارند خودشان را خنک نگه دارند. حشرات بدن فیل‌ها را می‌خورند و این مسئله آنها را اذیت می‌کند. این حیوان درشت برای فرار از دست حشرات موذی تن خود را در آب و گل فرو می‌کند. یکی از جالبترین حقایق در مورد فیل‌ها این است که با آن حجم درشت شناگران بسیار خوبی هستند. از همه جالبتر اینکه گل حکم ضد آفتاب را برای پوست فیل دارد، یعنی خودشان را در گل کثیف می‌کنند تا از تابش‌های مضر فرابنفش خورشید در امان بمانند. 3. طولانی ترین مدت بارداری بین پستاندارها مال فیل هاست. فیل های ماده تا 22 ماه نوزاد را در شکم خود نگه می دارند. اغلب فیل ها بین 50 تا 70 سال زندگی می کنند. فیل ماده قادر است حتی در سن 50 سالگی نیز باردار شود. همچنین خوب است بدانید که نوزاد تازه متولد شده فیل بالغ بر 100 کیلوگرم وزن دارد. 4. خرطوم فیل ها خیلی عجیب و خیلی شگفت انگیزه. خرطوم فیل ها نیز بسیار شگفت انگیز است. وزن این عضو بدن حدود 180 کیلوگرم است و با این حال فیل می تواند با خرطوم خود ریزترین اشیا و دانه ها را از روی زمین بردارد، حتی دانه برنج را. 5. فیل ها خیلی پوست حساسی دارند. با اینکه ضخامت پوست فیل حدود 2.5 سانتیمتر است و بسیار زمخت به نظر می رسد، اما باید بدانید که بسیار حساس است، به طوری که نشستن مگس یا پشه روی پوست خود را حس می کند. 6. از جنگ تا کار. در زمان کنونی از فیل‌ها برای حمل بار سنگین استفاده می شود. در گذشته هم از این حیوانات عظیم برای جابجایی ادوات و تجهیزات جنگی استفاده می شده است. 7. فیل‌ها گیاهخوار هستند. فیل‌ها با آن هیکل درشت ریشه گیاه، علف، میوه و برگ می‌خورند. شاید به همین خاطر است که آزارشان به کسی نمی‌رسد. اما بد نیست بدانید که هر فیل قادر است در طول یک روز 160 لیتر آب و 140 کیلوگرم غذا بخورد. 8مین حقیقت در مورد قلب فیل هاست. قلب فیل بسیار بزرگ است، به طوری که گفته می شود بین 12 تا 21 کیلوگرم وزن دارد. 9. حافظه فیل‌ها خیلی عالیه. فیل‌ها حافظه بسیار خوبی دارند. آنها قادرند مسیرها و محیط‌های مختلفی را در طولانی مدت در ذهن خود حفظ کنند و در مواقع ضروریت به یاد بیاورند. جالب است بدانید که ساختار مغز فیل بسیار شبیه مغز انسان است. 10. عاج فیل فوق‌العاده ارزشمنده. فیل‌ها عاج‌هایی به بلندی 3 متر دارند. تقریباً 100 فیل در هر روز برای عاج‌های گرانبهای خود کشته می‌شوند. از عاج فیل‌ها برای ساخت وسایل زینتی استفاده می‌شود. 11. فیل‌ها از طریق لامسه با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنند. فیل‌ها با لمس کردن همدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. آنها با نوازش یا درهم کردن خرطوم‌هایشان به یکدیگر خوشامدگویی می‌گویند. فیل‌های جوان با ضربه‌های خرطوم به بدن دیگری با همدیگه شوخی می‌کنند. این حیوان درشت و آرام طبیعت با تکان دادن سر و گوش‌های گرد خاک را از سر و صورت خود پاک می‌کند. 12.
یک مورچه قادره که یه فیل رو بکشه. با اینکه فیل درشترین حیوان روی کره خاکی است، اما اگر یک مورچه کوچک وارد خرطوم او بشود میتواند فیل را به کشتن بدهد. به همین خاطر است که فیل‌ها برای دور ماندن از خطر مرگی که مورچه ها برایشان دارند خرطوم خود را همیشه بالا میگیرند. 13. میدونستید که فیل‌ها شانه دارند؟ به علاوه انسان، فیل‌ها هم شانه دارند. خیلی عجیب است اما حقیقت دارد. هیچ حیوان دیگری به غیر از فیل و انسان شانه ندارند. 14. فیل‌ها در معرض انقراض قرار دارند. زمین‌های محل زندگی فیل‌ها در حال از بین رفتن است. به همین خاطر جمعیت آنها هم رو به کاهش نهاده. فیل‌ها در آسیا و افریقا در معرض انقراض قرار دارند. 15. فیل‌ها حس بویایی خیلی قوی دارند. جالب است بدانید که یک فیل می‌تواند از فاصله 20 کیلومتری بوی آب را حس کند. 16. تا حالا شده که فیل سفید ببینید؟ فیل‌های سفید نمونه نادری از فیل‌ها هستند. البته فرقی با دیگر فیل‌های خاکستری ندارند و فقط رنگ پوستشان متفاوت است. این فیل‌ها وقتی خیس می‌شوند صورتی به نظر می‌رسند. فیل سفید اغلب در جنوب شرقی آسیا و تایلند یافت می‌شود. 17. فیل‌ها قابلیت تشخیص زن از مرد دارند. فیل این قدرت را دارد که بین زن و مرد تفاوت قائل شود. همچنین بد نیست بدانید که فیل‌ها می‌توانند خودشان را در آینه تشخیص بدهند. فقط تعداد کمی از جانوران از این توانایی برخوردارند. 18مین حقیقت و آخرین حقیقت در مورد فیل‌ها اینه که فیل‌ها برای مرده‌های خودشون سوگواری می‌کنند. فیل‌ها زمانی که یکی از اعضای گله‌شان را از دست می‌دهند، مراسم خاکسپاری برگزار می‌کنند. آنها اطراف جسد جمع می‌شوند و مدتی را در سکوت سپری می‌کنند. فیل‌ها قبل از اینکه محل را ترک کنند، با شاخه‌ها جسد را می‌پوشانند. خب بچه‌ها، دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و حتما بهم بگین که توی ویدیوهای بعدی در مورد چه حیوانی باهاتون صحبت بکنم. دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر دیدید. تا یه ویدیوی دیگه فعلا I love you guys.